سرخط مهمترین خبرها: نام 628 تاجیک دیگر که روسیه به جنگ ضد اوکراین جلب کرده است. وزارت معارف: فروش لباس در مکتب‌ها منع است. و دیدار دونالد ترامپ با رهبران اروپا و اوکراین در کاخ سفید. سلام بینندگان عزیز، با امید روز و روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را تقدیمتان میکنیم. امروز 19 اوگوست سال 2025 است. یک طرح دولتی اوکراین روز 18 اوگوست نام 628 زاده تاجیکستان را اعلام کرد که تنها در 6 ماه اول امسال با ارتش روسیه قرارداد بستند. مؤلفان لایحه زیستن میخواهند باور دارند که این افراد اساساً در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشوند و اکثریت به مثل بره قربانی. مؤلفان گفتند که روسیه بیش از همه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را برای جنگیدن در اوکراین جلب میکند، در حالی که در ازبکستان موردهای به جوابگاری کشیدن زرخریدان دیده می شود. درباره بازداشت یا حکم زرخریدان در تاجیکستان چیزی معلوم نیست، گفته شده است در گزارش. 2 هفته پیش دادستان کلی تاجیکستان هم گفته بود که در بیشتر از 3 سال اخیر کسی را برای اشتراک در جنگ اوکراین جزا ندادند. این دفعه دوم است که رویخط شهروندان تاجیکستان در جنگ ضد اوکراین نشر می شود. در فهرست اول که ماه اپریل امسال نشر گردید، سخن درباره 931 شهروند تاجیکستان می رفت که در کنار روسیه به ضد اوکراین جنگیدند یا می جنگند و کمش 196 نفر آنها کشته شدند. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین شیوه های جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان را به ارتش روسیه معمولی دانسته است، یعنی نیروهای انتظامی مهاجران را دستگیر و در اداره پلیس به امضای شرطنامه مجبور میکنند. وزارت معارف و علم تاجیکستان با پخش اظهارات گفت که در داخل مؤسسه تعلیمی خرید و فروش لباس مکتبی قطعاً منع است. اظهارات وزارت در حال نشر می شود که شکایت والدین از مجبور کردنشان به خریدن لباس مکتبی از جای معین زیاد شده است. در بیانیه وزارت آمده است که این نهاد تنها لباس‌های توصیه شده را به خوانندگان پیشنهاد کرده، در روند دوخت، تامین و فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات خانش اشتراک ندارد. نمایندگان وزارت معارف همچنین گفتند که شهروندان حق دارند از هر جایی که خواهند برای فرزندانشان لباس مکتبی بخرند. اعلان وزارت در حال صدا می‌دهد که روزهای اخیر شکایت والدین از خرید لباس مکتبی از شرکت‌های علاهیده زیاد صدا می‌دهد. از جمله چند ساکن شهر اصفهان به رادیوی آزادی شکایت کردند که معلمان از آنها طلب کردند که برای فرزندانشان فقط از یک شرکت معین لباس خرند. در سندهایی که والدین به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که برای هر خواننده باید از شرکت عزیزه 4 کوه لباس خریده و سندش را هم با مهر به مکتب پیشنهاد کنند. نظر نمایندگان این شرکت و مقامات شهر اصفهان به این موضوع یا به این شکایت معلوم نیست. موضوع فروش لباس خوانندگان در مکتب‌ها و مجبور کردن والدین به خرید لباس معین چند سال است که صدا می‌دهد. مقامات در گذشته گفتند که با هدف رشد صنعت توصیه می‌دهند که ساکنان برای فرزندانشان از شرکت‌های وطنی لباس خریداری کنند، ولی مردم بارها شکایت کردند که صفت لباس‌های دوخته شرکت‌های تاجیکستان قانع کننده نیست. حکومت تاجیکستان من بعد نرخ انگشت را هم نظارت خواهد کرد. در این باره خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به خدمات ضد انحصاری تاجیکستان خبر داده است. به قبل منبع به نامگوی مال و محصولات از لحاظ اجتماعی ضروری که نرخ آنها باید از جانب حکومت تنظیم شود، انگشت هم اضافه شد. بر اساس این ترتیب اگر در دوام 1 ماه نرخ‌ها به اساس به اندازه 20% و زیاده از آن بالا برده شوند، خدمات ضد انحصار سطح بالای ارزش مال و محصولات را که در روی خط ذکر شده است به طور مشخص یا تا 2-3 ماه معین می‌کند. ولی اگر معلوم شود که چنین نرخ‌گذاری کاملا اساسناک است، خدمات به آن دخالت نمی‌کند. بر روی خط محصولات‌هایی که نرخشان در حالت ضروری از سوی حکومت تنظیم می‌شود، در عموم 16 نامگوی مال از جمله آرد، نان، سبزیجات، روغن، محصولات شیری، گوشت و غیره وارد شده است. ولی با وجود آنکه نرخ چند از این محصولات ها در گذشته یک باره بالا رفته بود، حکومت برای آنها نرخ یگانه تعیین نکرده است. تنها در بازارهای دولتی تاجیکستان برای بعضی محصولات ها از جمله گوشت نرخ تعیین شده است، ولی به گفته ساکنان یا رعایت نمی شود و یا با نرخ رسمی تنها محصولات کم صفت را می فروشند.
روز 18 آگوست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپا در کاخ سفید در شهر واشنگتن واخورده موضوع پایان جنگ در اوکراین را بررسی کردند. ترامپ بار دیگر به ضرورت رسیدن به یک توافق صلح تاکید کرده، گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین کوشش میکند که جنگ را پایان بدهد. با گفته دونالد ترامپ ایالات متحده از سوی خود به اوکراین کفالت‌های امنیتی می‌دهد، ولی بخش اساسی این کفالت را باید اروپا به عهده بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که اوکراین به عضویت ناتو پذیرفته نمی شود. مسئله سازش در جنگ در اوکراین دوام 1-2 هفته آینده معلوم خواهد شد، گفت دونالد ترامپ و در عین زمان اضافه کرد که امکان حاصل نشدن سازش هم وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که واشنگتن در تامین امنیت اوکراین که بیشتر از 3 سال با زیر هجوم بی اساس روسیه قرار دارد سهم خواهد گرفت. ولادیمیر زلنسکی نیز به مذاکرات با ترامپ بهای خوب داد و گفت که آنها ضمانت‌های امنیتی را بررسی کردند. در شهر دوشنبه مسابقه بدنسازی یا بادی بیلدینگ برگزار شد. این رشته ورزش در تاجیکستان نسبتاً جوان است اما در جهان معروف و سربیننده به حساب می رود. بدنسازان با هنرنماییشان در سینما نیز شهرت پیدا کردند. همکارم امیر یوسف نیز در این چاره‌بینی اشتراک داشت و این گزارش را آماده کرد. کاخ سروش شهر دوشنبه ورزشگران و هواداران آنها به مسابقه باز برای جام المپیک پرپیف آمدند در رشته بدنسازی. کوشش کردیم که در مدت کوتاه یک مسابقه بی‌نهایت خوب برگزار کنیم با یاری سرپرستانی که در اینجا هستند. این رشته ورزش در تاجیکستان نسبتاً جوان است اما در جهان معروف و سربیننده به حساب می رود. بدنسازان با هنرنماییشان در سینما شهرت پیدا کردند. انسان وقتی که بالای جسمش فشار میبیاره میتونه زندگی بهتر کنه، چون ما بیشتر بالای ذهن خود فشار میبیاریم. وقتی که بالای جسم فشارها را ما فشار میبریم فشار بالای ذهن کمتر میشه و انسان میتونه که زودتر رشد کنه. و دیگر چیزی که به جوانان و آینده ملت بدنسازی میتونه این همین میسازه که خودسازی را از بدنسازی شروع کنند. ورزش بدنسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد. در این مسابقه بانوان شرکت نداشتند زیرا گمان می رود جامعه سنتگرای تاجیکستان شغل دختران را به این ورزش خوش نمی پذیرد. من معتقدم که ما به سطح جهانی برسیم و چنین مسابقه ها را برگزار نماییم و بانوان را به این رشته جلب کنیم. المپیک پرپیف از شاگردش یاسمین النیمر می بالد. برای او مویه افتخار است که دست پرورش در رشته بدنسازی WBPF بادی بیلدینگ حرفه‌ای قهرمان جهانی گشته است و ثابت ساخته است که بانوان تاجیک نیز می توانند پرچم بردار تاجیکستان باشند. خیلی خوشحالم که شاگرد طلایی دارم اما در آینده نمی توانم وعده دهم که بانوی چمپیون تربیت کنم چون جنس لطیف خیلی نازک است، بنابراین کار با آنها دشوارتر است. خوب وقت داور است، می‌بینیم چی می‌شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 آگوست را فرا می‌گیرد. 19 августи соли 2013 созмони милали муттаҳид гуфт 10% калонсолони тоҷикистон фарбеҳ буда дар қиёс бо дигар кишварҳои осиёи марказӣ ин камтарин нишондод будааст. фарбеҳиро табибон нишондоди носолимӣ меноманд ки далели аслиаш пурхӯриву камҳаракатӣ ва риоя нашудани меъёри истеъмоли ғизои солим будааст. 19 августи соли 2015 духтари кӯчаруби тоҷик Мунира Мирзоева як симои харитаи зебоӣ дар интернет бо истиқболи гарми сокинони Тоҷикистон рӯбарӯ шуд. чеҳраи хандони духтари тоҷик бо либоси кӯчарубии корӣ яке аз хотирмонтарин қаҳрамонҳои харитаи бонувони зебои ҷаҳон гардид ки онро аксбардори руминӣ Михайла Норак таҳия кардааст. 19 августи соли 1961 зодрӯзи овозхони маъруфи тоҷик Муборакшоҳ Мирзошоев аст ки дар 39 соли умраш тавонист равияи хоси худ дар мусиқии замонавии тоҷикро ба роҳ монад. бо гузашти солҳо таронаҳои Сабзабанозу Чорҷавон ва дигарҳо ганҷинаи мусиқии замонавии тоҷик боқӣ мемонанд.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 115-116 سامان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما فرستید. خدا نگهدارتان.